سلام بچه‌ها، من پریسا هستم. تا حالا بیشتر از 1000 تا مشاوره برای بچه‌هایی که قصد پذیرش برای دانشگاه ایتالیا رو داشتن انجام دادم. یه چیزی که تو همه مشاورات تکرار شده بود، یه سری سوالای تکراری بود که تو ذهن مخاطب بود. برای همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم که همه اون سوالاتی که تو ذهنتون هست رو جواب بدم. خب، بزنین یه ذره در مورد خودم براتون بگم. من توی ایتالیا تو رشته فایننس اند بانکینگ توی دانشگاه تور ورگاتا مقطع ارشد فارغ التحصیل شدم. توی ایران رشته لیسانس هم مرتبط نبوده و تو حوزه مهندسی فناوری اطلاعات تو مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده بودم. بنابراین یه تغییر رشته بزرگ از حوزه آیتی به حوزه فایننس داشتم که خیلی هم ازش راضی هستم. اما اینکه خب چرا این پیج رو زدم؟ این پیج تقریبا میتونم بگم تولد این پیج همزمان بود با قبل مهاجرت من. اون زمانا اون چیزی که برای من مهم بود فقط عکس‌های اینستاگرام نبود و واقعا بیشتر از عکس به کپشن و متن‌هایی که توی اینستاگرام می‌دیدم توجه می‌کردم، چون یه هدف خیلی خیلی مهم داشتم و اون مهاجرت به ایتالیا بود. روزای اول خیلی دوست داشتم که اطلاعات در مورد ایتالیا پیدا کنم، ولی خب هرچی میگشتم متاسفانه کمتر اطلاعات در این خصوص پیدا می‌کردم. بنابراین نشستم با خودم فکر کردم که خب هیچ اطلاعات جامع و هیچ منبع کاملی برای حوزه ایتالیا وجود نداره و خب هرچی هم که وجود داشت واقعا انقدر پراکنده و میتونم بگم ناقص بود که من با خودم احساس کردم وجود یک همچین پیجی کمک میکنه به افرادی که مثل من هستن و همین قصد رو دارن برای آینده تصمیم بگیرن که آیا این مسیر درستی براشون هست، اگه هست خب چه مراحلی در حال حاضر باید انجام بدن و خب چه استپ هایی رو باید پشت سر بگذارن. آیا افرادی که مهاجرت کردن از تصمیمشون راضی هستن؟ خب خیلی ها مهاجرت میکنن ولی اون چیزی که ما الان میبینیم و اون چیزی که واقعا اونا حس میکنن ممکنه متفاوت باشه. برای همین با خودم گفتم که این پیج رو بزنم و همه اطلاعاتی که تو این حوزه دارم رو برای شما به اشتراک بذارم. پس تصمیم گرفتم این پیج رو بزنم و خیلی خوشحالم که به بیشتر از 200 نفر از بچهای ایران کمک کردم که وارد ایتالیا بشن و تو این مسیر همراهشون بودم. الانم تو این ویدیو میخوام به تو کمک کنم و هر سوالی در مورد ایتالیا و مراحل پذیرش و بورسیه و ویزاداری رو بهت جواب بدم. اولین سوال در مورد ایتالیا: چرا ایتالیا؟ چرا وقتی این همه کشور دیگه برای مهاجرت وجود داره من باید ایتالیا رو برای تحصیل انتخاب کنم؟ خب بذارین از اینجا شروع کنم که بحث مالی برای ما ایرانی ها که انقدر با افزایش قیمت یورو و دلار مواجهیم چقدر میتونه مهم باشه. از اینه که ایتالیا برای شما برای تحصیلتون پرداخت میکنه، میتونم بگم مهمترین مزیت ایتالیاست که بهش میگم بورسیه استانی ایتالیا. بورسیه استانی ایتالیا یکی از بورسیه‌های خیلی خیلی مهم و کمک کننده ایتالیاست که برای دانشجوهایی که از کشورهای جهان سوم میخوان داخل ایتالیا تحصیل کنن اختصاص داده شده. خب کشور ایران هم جزو کشورهایی هست که افراد داخل اون کشور واجد شرایط دریافت این بورسیه هستن. ایتالیا شرایط پذیرش راحت‌تری نسبت به سایر کشورهای اروپایی داره. احتمالاً شنیدین بچه‌هایی که برای آلمان اقدام میکنن، نروژ یا سایر کشورهای اروپایی معمولا افرادی هستن که رزومه خیلی خوبی دارن، معدل بالایی دارن، مقاله دارن و یه سری از نیازمندی‌های خاص اون کشور رو برآورده کردن. ولی خوشبختانه ایتالیا کشوریه که به شما اجازه میده حتی با معدل متوسط، حتی با معدل پایین، ولی داشتن سایر شرایط‌ها پذیرش اون دانشگاه رو بگیریم. و خب این آپشن خیلی خیلی مهمی برای پذیرش محسوب میشه. یه خوبی دیگه ایتالیا برای افرادی که گپ تحصیلی خیلی زیادی دارن و خب این معمولاً برای اکثر کشورهای اروپایی خیلی مهمه و به این راحتی‌ها متقاعد نمیشن که چرا یک فرد بعد مدت زمان زیادی میخواد دوباره ادامه تحصیل بده. خوشبختانه ایتالیا واقعاً انقدر روی این موضوع حساس نیست و در صورت داشتن دلیل معتبر، قانع کردن دانشگاه و آفیسر به شما این امکان رو میده حتی با داشتن گپ تحصیلی خیلی زیاد بتونین پذیرش رو بگیرین و ویزا بشین. ایتالیا کشوریه که افراد حتی با سنهای خیلی بالا هم امکان تحصیل تو این کشور رو دارن. معمولا اینجوریه که افرادی که سن بالایی دارن خیلی راحت نمیتونن پذیرش دانشگاه رو بگیرن و سر بحث سفارت خیلی اذیت میشن، ولی خب ایتالیا این امکان رو به شما داده که حتی اگه سن بالایی دارین بتونین با قانع کردن دانشگاه و آفیسر هم پذیرش بگیرین و هم ویزا دریافت کنین. پس از این نظر نگران نباشین، حتی اگه گپ بالا یا سن بالایی داشتین امکان تحصیل تو ایتالیا برای شما فراهمه.
به زبان انگلیسی درس بخونم یا ایتالیایی؟ بچه‌ها این سوالیه که واقعا یک جواب یکسان نداره و خب با توجه به شرایط شما ممکنه جوابهای خیلی متفاوتی داشته باشه، ولی خب موقع جواب دادن به این سوال میتونین یه سری از فاکتورها رو بررسی کنین، مثلا اینکه ایتالیا آیا مقصد نهایی برای شماست یا شما قراره بعد تحصیل به یک کشور دیگه مهاجرت کنین. پیش میاد آیا بورسیه استانی این هزینه‌ای که تو قسمت قبل گفتم رو پوشش میده یا نه؟ بچه‌ها اینو در نظر بگیرین که بورسیه استانی تقریبا 80,000 یورو در ساله و خب این بورسیه سال پرداخت میشه، یعنی شما همه هزینه رو همون اول کار دریافت نمی‌کنید و خب اقساطش هم ممکنه بر حسب کدوم ناحیه یا کدوم استان هستین متفاوت باشه. بنابراین حتما باید به این موضوع توجه بکنین که سال اول معمولا هزینه زیادیش رو خودتون باید پرداخت کنین. سال اول معمولنش اینه که شما با یه هزینه از ایران وارد ایتالیا میشین و خب بورسیه‌تون رو هم هنوز دریافت نکردین، مخصوصا چند ماه اول تا بورسیه واریز میشه همه هزینه‌ها رو خودتون باید پرداخت کنین و خب با بورسیه استانی بدون در نظر گرفتن خوابگاه، چون بهتون گفته بودم که شرایط خوابگاه چجوریه، میتونم بگم با اون هزینه‌ای که از ایران میارین و هزینه بورسیه که بهتون داده میشه میتونین این همه هزینه‌ها رو کاور کنین. ولی خب سالهای بعدی با داشتن خوابگاه از همون بورسیه استانی و بورسیه‌ای که بهتون تعلق میگیره میتونم بگم که خیلی راحت میتونین زندگی کنین و بورسیه استانی هزینه‌ها رو کاور میکنه. ولی این کاور کردن برای سال دوم به بعد، وقتی که خوابگاه بهتون تعلق میگیره، چون بخش زیادی از هزینه‌هایی که بهتون گفتم هزینه متغیر، هزینه محل اقامتتونه. وقتی بورسیه استانی دارین و خوابگاه بهتون تعلق میگیره این هزینه خیلی کمتر از حالتیه که میخواین خونه یا اتاق اجاره کنین و هزینه رو خودتون پرداخت کنین. هزینه اتاق و از طریق بورسیه استانی، هزینه اتاق توی خوابگاه خیلی کمتر از هزینه‌ای که شما بیرون از خوابگاه از طریق حالا خودتون پیدا کردن خودتون یا آژانس‌های املاک یا اینترنت میتونین پیدا کنین. بنابراین همونطوری که گفتم سال دوم به بعد از بورسیه استانی تقریبا میتونم بگم تا حد زیادی هزینه‌هاتون رو پوشش میده، ولی خب برای ورودتون یک مبلغی رو خب خودتون باید هزینه کنین. اگه دوست دارین تو تمامی این مراحل، مرحله پذیرش، بورسیه و ویزا، من و اعضای تیمم کنارتون باشیم، همین امروز میتونین با یک مبلغ خیلی جزئی کار رو با ما استارت بزنین. این مبلغ خیلی جزئی هم صرفاً به این دلیل از شما دریافت میشه که به ما نشون بدین واقعا تو قصدتون برای تحصیل تو ایتالیا جدی هستین. بعد پرداخت اولیه یک گروه واتساپ با حضور شما، من و یکی دیگه از اعضای تیم تشکیل میشه. داخل این گروه واتساپ بهتون میگیم که چه مدارکی رو باید آماده کنین. به شما توضیح میدیم که اصلا این مدارک رو باید چجوری آماده کنین و تو چه زمانبندی هایی باید مدارک رو به دست ما برسونین. در کنار شما داخل همه این مسیر ما رو در کنار خودتون داریم و میتونین هر گونه سوال یا دغدغه‌ای که تو ذهنتون هست رو داخل گروه بپرسین. ما از شما دیگه هیچ هزینه‌ای تا گرفتن ادمیشن نهایی دریافت نمی‌کنیم. این ادمیشن نهایی هم صرفا یه دونه نیست و تمرکز ما اینه که 2 الی 3 پذیرش برای هر متقاضی بگیریم. بعد گرفتن پذیرش نهایی این شمایین که تصمیم میگیرین کدوم یکی از این دانشگاه‌ها رو بریم. ما به شما راهنمایی میدیم که کدوم دانشگاه ممکنه انتخاب بهتری باشه، ولی در نهایت انتخاب نهایی با شماست. بعد مرحله پذیرش مرحله ثبت نام برای بورسیه استانیه. تمرکز کامل تیم ما اینه که پذیرش شما از دانشگاه‌هایی باشه که بورسیه استانی کامل به شما تعلق میگیره. تو این مرحله شما قسط دوم یعنی قسط بورسیه رو پرداخت میکنید که ما بتونیم کارهای ثبت نام بورسیه رو برای شما استارت کنیم. و مرحله آخر که مرحله ویزاست، مرحله سوم، شما قسط نهایی رو تنها بعد از گرفتن وقت سفارت پرداخت میکنیم. یعنی ما اول وقت رو برای شما رزرو میکنیم و شما قسط نهایی رو پرداخت میکنیم. در کنار تمامی این خدماتی که بهتون گفتم، تیم ما یک سری خدمات بعد از ورود به ایتالیا هم ارائه میده، از جمله پیدا کردن خونه، کمک برای باز کردن حساب بانکی یا برای کارهای اقامتتون. در صورتی که دوست داشته باشین این خدمات رو هم از سمت تیم ما داشته باشین، میتونین کار رو با ما شروع کنین. و اینکه من خیلی خوشحال میشم که همه شما رو در کنار خودم داخل ایتالیا ببینم و امیدوارم که خیلی زود همکاری خیلی خوبی با هم داشته باشیم.